ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 23. تاجیکان در راه آزادی و حفظ سرزمین اجدادی خود بسا جان نثاری و فداکاری ها کرده، خوشبختانه در زمان سامانیان دولتی فراخ دامنی بنیاد کردند و زبان و فرهنگ سنتی خود را احیا نمودند. زبان فارسی دری مقام خود را از نو پیدا کرده، در دوران آل سامان خمیرمایه آفریده های بزرگی علمی و ادبی گردید. واقعاً دوره احیای مدنیت، فرهنگ، رشد علم و ادبیات و شکوه و اقتدار دولت تاجیکان به عهد سامانیان، خصوصاً شاه اسماعیل سامانی مربوط است. این دوران را می توان مرحله درخشان و پر افتخار تمدن ملی و اوج کمالات دولتداری، تشکل شخصیت‌های برومند نامید. نیروی عقل و ذکاوت و سازندگی و ایجادکاری محض در همین دوران به اوج اعلا رسید. بهترین فرزندان خردمند و صاحب هنری ملت در دربار سامانیان گرد آمدند و با شاهکاری‌های خود پایدیواری طلایی علم و فرهنگ را گذاشتند. امروز نه تنها خلق تاجیک بلکه کلی فارسی زبانان عالم از گرویدگان این مدنیت و فرهنگ به نام استاد رودکی، شیخ الرئیس ابن سینا، فردوسی، وزیر خردمند بلعمی و ده‌ها بزرگان دیگر که در زمینه مکتب آنها ظهور نموده‌اند افتخار می کنند. فرزندان عاقل و خردپیشه ملت محض در همین ایام با آفرینش‌های معنوی خود سرچشمه‌ای ساختند که عصرها باز آب زلال آن نسل به نسل انسانیت را شاداب می سازد. سهم فرزندان دانشمند ملت ما در رونق تمدن عالم نیز نظررس است. در کتاب علم و ادب دنیا نامهای آدم و شعرا استاد رودکی، حکیم فردوسی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، جلال الدین بلخی، ناصر خسرو و دیگران با خط طلایی جاویدانه ثبت شدند. علمهای ستاره شناسی، هندسه، کیمیا، طبیعت شناسی، فلسفه و الهیات و کشفیات‌های بی‌نظیر طب را بی شاهکاری‌های ابن سینا، عمر خیام، بیرونی، الخوارزمی، امام اعظم، امام ترمیزی، زکریای رازی، فارابی و غیره تصور نمی کنند. نامهای این نابغه های علم و ادب عصرها باز در ردیف بزرگترین شخصیت های جهان جلوه می کنند. خلق تاجیک محض از همین دوران شکوه و شهرت دولتداریش شعاری جستن دوست و برادر را در گوش خود حلقه ساخت و تمام عمر پیروی فرموده استاد رودکی گردید. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. بلی، این پند از تجربه تاریخی مردم تاجیک صورت گرفته است و هرچند که در طول تاریخ با بیرحمترین دشمنان دچار آمد، تحقیر و غارت، رذالت و خرابکاری را دید، تاجیک این شعار خود را دیگر نکرد. معرفت و تربیه ذاتی خلق قدیمه ما چنین است:
همیشه به انسان با چشم نیک می نگرد و از او خصلت‌های حمیده انسانی را می جوید و در این راه خیر گاهی کامیاب گاهی ناکام نیز بوده است. گاهی اجنبیان خانه، شهر و دیه و زمین او را بالکل غصب کردند و تاجیک آواره و سرسان در کوه و بیابان گشت، اما در همه حالت شرف و ناموس ملی خود را از دست نداد. وقتی که ترکان در عصر 11 دولت پر اقتدار تاجیکان را از بین بردند، در فعالیت خود طرز دولتداری، عرف و عادت، سر و لباس و زبان تاجیکی را پذیرفتند و من بعد در آسیای مرکزی ساخت دولتداری آنها تقریباً به سبک سامانیان ادامه یافت. جهالت و وحشانیت چنگیز به جایی رسید که امر نمود تاجیکی را که به دست ایشان گرفتار گردید زنده نگذارند. خلق ما این صحنه‌های مدهش و خونین را باید چون پندنامه تاریخ در یاد داشته باشد و پیش خود خلاصه برآورد. حالا در جهان هیچ کشوری یا مملکتی را نمی توان پیدا کرد که در آن تنها یک خلق و یک ملت کار و زندگی کند. در داخل دولت‌های مترقی خلقیت و ملت‌های خرد و بزرگ عمر به سر می‌برند و همه آنها آن قلمرو را وطن خویش می‌حسابند. چون ترکان به آسیای مرکزی سر درآوردند، با تاجیکان تدریجاً قرابت پیدا کردند. از این رو عصرها باز خلق تاجیک با برادران ازبک و قرغیز و قزاق و ترکمن پهلو به پهلو زیسته پایه دوستی را مستحکم می نماید و در غم و شادی یکدیگر شریکند. سال 1924 در حدود آسیای مرکزی جمهوری های سوسیالیستی ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در هیئت ازبکستان تشکیل یافتند. جمهوری خودمختار و سال 1929 جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در مبارزه شدید با همه گونه بدخواهان خلق تاجیک و ملتگرایان جریان‌های گوناگون آب و تاب یافت. این واقعه مهم سیاسی در حیات خلق تاجیک تا درجه نتیجه خودآگاهی و خودشناسی ملی روشنفکران آن وقتی تاجیک هم بود، ولی روند حادثات تاریخی ثابت ساخت که نه همه روشنفکران آن سالها فهمیش خوبی سیاسی و ملی داشتند. بر اثر کندفهمی و لغزش‌های زیاد سیاسی گرویدن به این و آن حرکت و توده ها، یک حصه زیاییان به ملت خود خدمت خرسانه کردند. حتی بعضی شخصیت‌های نمایان آن وقتی تاجیک دستیاری بدخواهان و دشمنان خلق تاجیک گردیدند. این پدیده به همه، به خصوص به تاریخ شناسان روشن معمول است، ولی ما آن را به این خاطر یادرس کردیم که سرچشمه های بدبختی یا بریشه خلق خود تیز زدن را از فعالیت کوتاه اندیشانه فرزندان ملت خود نیز بجوییم و سر آن اندیشه عمیق داشته باشیم که به تقدیر خلق و سرزمین خود بازی کردن راه سوی خیانت است. مبارزه علیه ملتگرایان و بدخواهان خلق تاجیک در زمان پیروزی انقلاب اکتبر، سالهای اولی حکومت شوراها، به خصوص در عرصه تقسیمات حدود ملی آسیای میانه و بعد آن، یکی از وظیفه‌های مهمی جامعه تاجیک به شمار می رفت. پس از تشکیل جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، فعالیت دشمنان خلق تاجیک
باز از نو اوج گرفت. آنها به مقابل تشکیل جمهوری تاجیکستان صدا بلند کرده موجودیت خلق تاجیک و زبان و ادبیات آن را بی‌شرمانه انکار می کردند. در همین شرایط دشوار اثبات موجودیت خلق تاجیک اهمیت بسا مهمی تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیدا نمود. زیرا فاش ساختن ماهیت عقاید ارتجاعی ملتگرایان یکی از شرطهای تشکل فرهنگی دولتسازی تاجیکان به شمار می رفت. محض به این نیت سالهای 1924-1926 در صحیفه مطبوعات دایر به تاریخ و تمدن و زبان و ادبیات تاجیک مقاله های زیاد نشر گردیدند که جبهه های گوناگونی حیات تاریخی خلق تاجیک و جاننثاری های روشنفکران آن را بهر حفظ منافع ملی انعکاس می کردند. در این وضعیت تاریخی به میدان مبارزه استاد صدرالدین عینی به حیث یک قهرمان ملی وارد گردید. او توسط تعریف نمونه ادبیات تاجیک، مقاله های علمی و اثرهای برجسته مستند بر علیه ایدئولوژی بدخواهان در راه بیداری و خودشناسی ملت تاجیک خدمت‌های برجسته کرد. استاد عینی در آفریده های خیش بسیار مسئله های حیات تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی خلق تاجیک را به میان می گذارد و با موشکافی های خردمندانه تاریخ و تمدن قدیمه داشتن تاجیکان را اثبات می سازد. او تأکید می نماید در آسیای میانه، خصوصاً در خاک بخارا و ترکستان، به بودن یک قوم بزرگ با نام تاجیک باید کسی انکار نداشته باشد. صاحب مدنیتی کهن و ادبیات کهنسال بودن این قوم نیز جای انکار نیست. بیایید به یاد بیاریم اولین روزنامه تاجیکی بخارای شریف در بخارا انتشار گشت. مجله آینه که در سمرقند چاپ می شد قسماً تاجیکی بود. کتاب‌های درسی برای مکتب‌های بخارا و سمرقند پیش و چندی بعد از انقلاب نشر گردیده اثرهای از طرف جوان بخاریان چاپ کرده شده نیز تاجیکی بودند. چی جایی پنهانداری؟ در عرفه انقلاب حالت سیاسی و اجتماعی مردم ما به خرابی رسیده بود. از فشارهای بیرحمانه بدخواهان قدرتمندی داخلی و خارجی خلق تاجیک رو به تنزل آورده بود. موقع تاریخی و اجتماعی او از هر جهت سست می شد. علم و ادبیات و زبان پرمایه و شیردار تاجیکی در شهرهای باستانی شکوه و شهامت قدیمه خود را از دست می داد. جبر و ستم اجنبیان کشور را خراب، مردم را پژمرده و ناامید ساخته، کاسه صبرشان را لبریز می نمود. به این معنی می توان گفت که انقلاب اکتبر به مردم ما امید و عمری دوباره بخشید. خلق تاجیک بعد 1000 سال از بین رفتن سلاله سامانیان باز صاحب دولت شده در خریطه سیاسی جهان ارزی وجود کرد. انقلاب تاجیکستان را صاحب حدود کرد و از زیر فشار بدخواهانش آزاد نمود. برای مردم تنگ هم باشد میدان کار و ایجاد و فعالیت مهیا ساخت. آهسته آهسته در وادی‌های ناآباد و کوهستان‌های دوردست دیه‌ها و شهر و ناحیه‌های آباد بنیاد گشتند. مکتب و معارف و علم و فرهنگ با سرعت انکشاف یافت. فرزندان خلق تاجیک با مدد و دستگیری برادرانه عالمان روس و اوکراین و دیگر خلقها در کشف نادرترین ساحه‌های علم انگشت نما شدند. ولی به نظر ما
از همه مهمش آن بود که در این دوران زبان تاجیکی از نو جان گرفت و توسط صافکاری ادیبان و عالمان زحمتی پیوسته زیاییان خیلی سفته و جالب گشت. احساس افتخار و خودشناسی ملت قوت گرفت. در ردیف دیگر جمهوری ها تاجیکستان در تمام ساحه ها رو به ترقی آورد و به یک مملکتی آباد و زیبا تبدیل یافت. دستاوردهای نوین ما را در ساحه ادبیات و علمهای دقیق در سراسر دنیا اعتراف کردند. ادیبان و عالمان اصیل ما با آفریده های جالبشان اثبات کردند که وارثان ارزنده گذشتگان بزرگ خود می باشند. واقعاً تاجیکستان در طول این سالها به کشوری زراعتی و صناعتی مبدل گشته، ساحه های گوناگونی صناعت و زراعت، ساختمان و نقلیات رو به انکشاف نهادند. پایه های اقتصادی جمهوری استوار گردید. صناعت 55% تولیدات و کشاورزی 45% محصولات تولیداتی را تشکیل می‌داد. صناعت تاجیکستان زیاده از 100 ساحه صناعت و قریب 400 کارخانه‌های عظیم را در بر گرفت. در جنوب و شرقی جمهوری بزرگترین کارخانه‌ها کارخانه الیومینی ریگر، کارخانه الکتروشیمیایی یاوان، کارخانه نوری‌های ازاتی وخش به کار شروع کردند و اقتدار اقتصادی مملکت را افزون گرداندند. اساس تولیدات کشاورزی جمهوری را زمین‌های آبیاری شده تشکیل دادند که آنها به بیشتر از 650,000 هکتار رسانده شدند. ساحه اساسی کشاورزی پختکاری گردید که میدان کشت آن زیاده از 40% تمام زمین‌های کارم آبی را تشکیل داد. سالهای آخر در جمهوری به حساب میانه سال تا 900,000 تن پخته غنوچین کرده می شد که 3/1 آن را نوع پخته مهین نخ تشکیل می داد. این چنین در جمهوری سال تا 300,000 تن غله‌دانه به مقدار زیاد کارتوشکا، میوه‌جات، سبزوات، انگور، تماکو، پیله، محصولات سیتروسی، محصولات چاروا و غیره تیار کرده می شد. برای جمهوری ما که 93% کوهسار است، راه مثل شاهرگ پیکری انسان ضرور است. بنابراین از روزهای نخستین تشکیلیابی جمهوری به ساحه راهسازی اعتبار دادند. راهها نبض حیات مرکزی مملکت را با تمام ولایت و وادی‌ها تأمین نمودند. امروز تاجیکستان 15,000 کیلومتر راه اتومبیلگرد، 747 کیلومتر راه آهنی پهنبر و 470 کیلومتر راه آهنی تنگبر دارد که به واسطه آنها با بسیار کشورهای جهان پیوست می شود. اساس نیروی برقی جمهوری را سلسله نیروگاه‌های برقی وخش، سربند، سنگتوده، نارک، راغون تشکیل می دهد. غیر از این در ولایت لینین آباد و کوهستان بدخشان نیز نیروگاه‌های برقی ارزی وجود کردند. در تاجیکستان انقلاب فرهنگی به وقوع پیوست. اهالی خرد و کلان سر تا سر مکتبخوان و سوادنا گردیدند. هزاران مکتب‌های ابتدایی، میانه، هنرستان‌ها، ده‌ها مکتب‌های عالی برای طالب علمان درهای خود را باز کردند. در دیهات و شهر و نواحی جمهوری بسیار تئاترهای کسبی، خلقی، محفل‌های هواداران هنر تشکیل یافتند. آنچنان که تاریخ و زندگی همیشه بوده است، بعد پاش خوردن دولت ابرقدرت شوروی، مرحله نوی سیاسی و اقتصادی سابق جمهوری‌های اتفاقی و از جمله تاجیکستان آغاز یافت. جمهوری‌های اتفاقی دولت‌های صاحب استقلال و آزاد گردیدند. آرزوی به دست آوردن مستقلیت ملی عملی گشت.
و در اصل چنین آسان به دست آمدن آزادی و استقلال را کسی هم تصور نداشت. این استقلالیت هدیه‌ای بی‌بهای تاریخ بوده، استوار و پایدار نگاه داشته توانستن آن مسئولیت تاریخی نسل‌های امروزه می باشد. جمهوری هایی که به قدر این نعمت بی‌بها رسیدند شکر استقلال نموده، با غیرت دوچند، با روح و الهام نو با آباد و خرم ساختن وطن اجدادی خود میان بستند. صد حیف که در تاجیکستان چنین نشد. تندبادی واقعه ها که آنها را بازسازی به حرکت درآورده بود باعث خرخشه و ماجراهای زیادی سنگین و ننگین در تاجیکستان شدند. جاه طلبان و قدرت طلبانی که سالیان زیاد اندیشه‌ای به دست آوردن حاکمیت را در دل داشتند، با پشتیبانی قوه‌های خارجی که صاحب استقلالی تاجیکستان را نمی‌خواستند، یکباره به مبارزه آشکارا برخاستند. حسی ناسالمی محلگرایی، خیش و تبار پرستی، تخمی کینه و عداوت را بین مردم پاشید و به پراکندگی ملت سبب گردید. جمهوری به ورطه کسادی اقتصادی و سیاسی گرفتار شد. رشد و انکشاف تمام ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری بازداشته شدند. سطح زندگی پایین رفت، اخلاق جامعه تغییر یافت، امید و آرزوهای نیک مردم نیمکاره ماند. این واقعه های مدهش و ننگاور و وضعیتی به عمل آمده در دل خلق نفرت و قهر و غضب به وجود آورد. قوه‌های خیرخواه، مردمی نیکاندیش برای حفظ حقوق خود و شرف و ناموس ملت و وطن به پا خیستند. حکومتی به نام مصالحه ملی که خود به بحران شدید سیاسی گرفتار شده بود، نیت و مقصدهای نیک مردم عدالتخواه را درک کردن نخواست. به فشار زوراوری تکیه کرد. طرفداران خود و آدمان گمراه شده را به سلاح گرفتن دعوت نموده، آنها را به جنگ خانمانسوز برانگیخت. به سری برادر تیغ کشیدنی برادر را روا دانست. آتش جنگی برادرکش زبانه کشید که بیشتری ناحیه های جنوبی جمهوری و بعضی ناحیه های گرد و اطراف مرکز را فرا گرفت. در نتیجه صدها بناهای معموری و اقامتی، دبستان و کودکستان ها و دیهه های بطون ولنگار شدند. غارتگری و طلب و تاراج اوج گرفت. محصول مهنتی سالها جمع آورده مردم به یغما رفت. ضرر مادی به جمهوری رسانده جنگ بیشتر از 7 میلیارد دلار امریکایی را تشکیل داد. جنگی برادرکشی به سر مردم بار کرده قدرت طلبان و منصب پرستان زمین و دریاهای کشور را از آب دیده هزاران مادران فرزند گم کرده شور گرداند. صدها آدمان صاحب مکان را بی مکان ساخت. مردمی بیشماری را به ترک دیار و مسکن مجبور نمود. وطندار را غریب و بی وطن کرد. هزاران کودکان و نورسان را به عالم یتیمی و بینوایی حواله داد. به شرف و ننگ و ناموس خلق و ملت و صحیفه های تاریخی چندین عصری بی زوالش داغی ننگ گذاشت. ولی نیروی خرد و ذکاوت خلق عاقبت بالا گرفت. اجلاسیه 16 شورای عالی که ماه نوامبر سال 1992 در شهر باستانی خوجند برگزار شد، به تشکیل دولت و حکومت نوی تاجیکستان زمینه گذاشت. اما چنان که در بالا ذکر شد، باعث تأسف است که حکومت قانونی به عوض خون هزارها فرزندان وطن به دست آمد. اجلاسیه نام برده اینچنین ریاست نوی شورای عالی را انتخاب نمود.
مقصد و وظیفه اولین درجه و برای تاجیکستان و تاجیکستانیان تقدیرسازی حکومت نو تشکیل قطع گردانیدن خونریزی بین برادران بود. خرسندی بخش است که این مقصد در مدتی کوتاه تا اندازه عملی گشت و آتش جنگ خانمانسوز خاموش کرده شد. ریاست نوی شورای عالی در طول 2 سال فعالیت خود بسیار پرابلم‌های مهمترین حیات سیاسی و اقتصادی جمهوری را حل و فصل کرد. مقامات حفظ حقوق و ترتیبات جمعیتی، وزارت و کمیته ها از نو تشکیل یافتند. فعالیت ساختارهای دولتی تغییر و تکمیل داده شد. یک چند قانونهای مهم تهیه و در اجلاسیه های شورای عالی قبول گردیدند. ارتش ملی تشکیل یافت. رمزهای دولتی تاجیکستان قبول کرده شد. اکثر کلی گریزه ها به مکان زیستی اولی خود برگردانیده شدند. دولت صاحب استقلال تاجیکستان صاحب قانون اساسی کنستیتوسیا گردید که آن با رای پرسی عمومی از جانب خلق پذیرفته شد. از طریق آوازدهی آزاد و الترناتیوی پرزیدنت تاجیکستان انتخاب گردید. انتخابات نمایندگان مردمی به مجلس عالی، انتخابات حکومت‌های ناحیوی، شهری و ولایتی به طرز دموکراتی صورت گرفتند. خلق تاجیکستان راه برپا نمودن دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی را پیش گرفت که این در قانون اساسی ثبت گردیده است. امروز هر یک ساکن جمهوری از آن افتخار دارد که تاجیکستان صاحب استقلال از جانب 117 دولت سیاره به رسمیت شناخته شد، عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد و چندین سازمان‌های با نفوذ بین المللی گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال 3 مراتب از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی کرده صدای دل مردم تاجیک، مقصد و مرام و آرزوی و آمال او را به ساکنان سیاره عرضه داشت. این برای هر یک تاجیکستانی افتخاری بزرگ است. حالا در تاجیکستان صاحب استقلال 10 مملکت سفارتخانه دارد. جمهوری تاجیکستان در 7 دولت خارجی سفارتخانه گشاده است. با 78 دولت مناسبت دیپلماتی برقرار نموده، با 75 کشور دنیا رابطه های اقتصادی دارد. با 21 دولت عهدنامه های دوستی، همکاری اقتصادی و علمی و فرهنگی بسته شدند. 50 تشکیلات بین المللی با جمهوری ما رابطه دارد. اصلاحات اقتصادی در کشورمان تا رفت وسیع‌تر و گسترده‌تر شده. ساحه‌های گوناگون صناعت و کشاورزی را فرا می‌گیرد. سرعت خصوصی گردانی مالکیت دولتی می افزاید. شکل‌های مختلف خواجگیداری به میان آمدند. صاحبکاری رواج یافته ایستاده است. عین حال در وزارت مالیه جمهوری زیاده از 200 کارخانه مشترک خرد و کلان را ثبت نام کردند. قسم از آنها به مانند کارخانه های مشترک ابریشم، کابل تکستایلز، فیض‌آباد، زرافشان و غیره بی واسطه به فعالیت استعصاری مشغولند. شنونده های گرامی، شما گفتار 23 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشه.